سلام دوستای عزیز، امید که همه جور صحتمند بوده باشین. خوش آمدین به یک ویدیو دیگر. اگر آیفون شما حافظه‌اش پر شده و کارکرد ضعیف شده، هنگ میکنه، این ویدیو خاص برای شماست. برای ادامه ویدیو میریم داخل تنظیمات. در اینجا در قسمت سرچ سفاری تایپ کنیم. سفاری. در اینجا سفاری را انتخاب میکنیم. بعد قسمت پایین میم در اینجا ادوانس، روی ادوانس کلیک میکنیم. در اینجا روی وبسایت دیتا کلیک میکنیم. در اینجا صبر میکنیم که این باز شود. این از من باز شد. اینجا 1.1 جی حافظه موبایل ما را اینمی برنامه پر کرده. ایرا ما روی ریمیو وال وبسایت دیتا کلیک میکنیم. در اینجا ریمیو ناو با آسانی پاک شد. اگر از ویدیو خوشتان آمد چینل را سابسکرایب کنید، زنگوله را هم فعال کنید تا ویدیوهای بعدی ما را بیننده باشید.